پسر گاز روشن کرده. چیو خراب کرد من نفهمیدم. یو 4.5 و اینا دارم ازش اینجا. وای 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 کجاستین؟ وای 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 وای. سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال امیر LT. بچه داخل ویدیو گفتم چون اولین ویدیوی کاناله گفتم یه بازی شدیداً ترسناک و خیلی 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 باحال براتون بیارم که حتما با دیدنش کلی ذوق میکنید. بچه‌ها امروز اومدیم با بازی فاسموفوبیا که یکی از بهترین بازی‌های ترسناکی که ما واقعا تو عمرم بازی کردم. خیلی بازی قشنگه. این بازی همونطور که می‌دونید از طریق میکروفون صدا دونه جن داخل بازی میشنوه. این بازی جنگیریه یه جورایی، خیلی بازی باحالیه. حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. بریم داخل ویدیو، اما قبلش لایک، کامنت، سابسکرایب از تنتون نره، زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو جدید میذارم با خودش به ویدیو رو ببینید. خب دیگه بچه‌ها حرف اضافه نمیذارم، بریم داخل بازی. لیتس گو. خب آقا ما اومدیم داخل بازی فاسموفوبیا. همونطور که میدونید داریم مپ ها رو داریم. بچه‌ها من این بازی خیلی وقت دارم بازی میکنم و تقریبا توش استاد شدم یه جورایی و میبینید که کلکسیونی که تا الان تونستم جمع بکنم همین است. من امروز قراره که به ارز بریم. آقا ما بریم بیایم، من همه تجهیزات رو سری بچینم، فقط بریم تو بازی. خب بچه‌ها ما وارد بازی شدیم، اومدیم همه چیزمون هم درست کردیم، دوربینا رو گذاشتیم، اینا رو هم گذاشت آوردیم. یعنی بیا سرعتی زیر 25 بگیرید، ماشین سنسور بگیرید ازش و اینکه نزدیکش رو با یه اودی با اود دقیقاً دوربینش پاکسازی کنید. آره اسمش اینه. و داداش بذار بیام داخل. ای وای پسر گاز روشن کرده نیومده، باورم نمیشه حاجی. دماسنج حاجی اینجاست. حاجی چاقو یا حسین ابن علی، یا خدا بریم داخل سریع. همون دستگاه رو بیاریم. حاجی چقدر وحشیه. دونه سری بریم داخل. حاجی چه شوک که همین اول به وارد کرد. پشما. ویدیو کامera 3 تا فعاله، برای دومش ما کار داریم. قربون میدی سلطان؟ از ببینم اگه بتونم کتاب ازش میبرم بهش میدم و بنویسه برای اون. حداقل غلطی که دیگه نمیکنه، فقط میخواد ما رو هی بترسونه. سلطان چه برم بنویسی؟ قوم دست درد نکن. شیت حاجی داره همه چی رو نابود میکنه، همه چی رو داره تو در دیوار میزنه. ایمپ ببینم چیو خراب کرد من نفهمیدم. یا حسین برو بیرون یا امام زاده هاشم. حاجی بچه همه اول EMF لیور 5 ازش گرفتیم. 2 تا چراغ اشتباهی آوردم. آروم بریم داخل، خر نشه بزنه بریم هوا. خب ما یه دونه صلیب آوردیم زیر وضعیت آرومتر بشه. البته امیدوارم حداقل حرف بزن دیگه. بچه من نوع اسپید باکس رو داشتم اینجوری ها، یعنی خودم نمیگم متنیه، بهتره عوضش. حالا خودم ممکنه به خاطر نت ایران که خیلی میدونید که خیلی پر سرعت، سر همین نمیتونم به چیز کنم دیگه. سر همون الان دارم اینجوری باش کار میکنم. اسپید باکس کار نمیکنه. چرا اینو بردار بریم، یه اود دیگه هم بردار بریم دیگه. آجی اولترا ویولت گرفتن یکی از رو مخترین کاراست تو این بازی انصافا. هم چقدر رو مخه. بچه جاش هم عوض میکنه. با شت گیم یکی از دلایل مبرمش آقا غلط کردم داره ببن. وای شیت این وی کار میزنم چون صرفا فقط میخوام ببینم که جاش عوض شده یا نه. اینجا کار گذاشتیم ناموسن خبری بهش نیست. ما اول از همه این چیه؟ کتابو که نکرد، کار با کتاب نکرد. نمیای دیگه اینجا ناموسن. من یه دست دیگه هم ببرم. مثلا خیلی وضعیت ناموسن خرابه. دوربینه هیچ نگرفته انگار. خب بچه یه چند ثانیه گذشت آتیش روشن کرده. من نمیدونم چرا فیلم نگرفت اینجاشو، ولی کار عجیب غریبی انجام. آتیش روشن کرد و نمیدونم جا عوض کرد. حاجی دوربینمون رو انداخت. چرا یه دوربینم خودش فعال. من دوربینم رو به این ور کار میذارم، اون دوربین قبل دارم الان درست میکنم. خب این دوربینم درست شد. فریزینگ حتما باید چک کنم چون بخار داره میاد. هیچی هم ننوشته. ای بابا لیلم اذیت میکنه، نمیذاره ما کارمون درست انجام بدیم. اینو خاموش کن. من اثر انگشت ساده ازش میخوام. هنوز زورش نرسید بهم. بده اینو خاموش کن. هنوز زورش نرسیده بهم اثر انگشت بده.
چقدر تو ضعیفی؟ ضعیف؟ ضعیف نیست. آره کلا که خودم لوتی و بامران. آره کلا نه ضعیف نیست. کارش درست. داشتم ما فوتبالیسته. آقا بذارم داس پروژکتور یکی شات اونجا بردارم ببرم اون ور کار بذارم. ببین کتاب که بی خیال شد من. آره یکیشونو میارم اینجا کار بذارم. این بینه. بیا نترس. بیا عمو امیر کارت نداره. بچه گلی باشی عمو امیر. عمو امیر دوست بچه هاست. بیا نه ننوشته من. بیا دیگه ناز میکنی. آجی اینجا بزن نذارم بزنش این بر. آره بعد چیز خاصی هم ندارم خب ازش بگیرم. الان چی از این بگیرم انصافا چی ازش بگیرم خدایش. ببینید نمی نویسه. خب نمی نویسه. یا داد سپات بده یا حرف بزنه دیگه. داد هم که کاشتیم خبری نشدن. استریت باکس افکام اونجا انداختم. اسپریت باکس اونجا افتیده من هنوز نرفتم. بودم دستم. اسپریت باکس من هنوز امتحان کردم. اینجا امتحان کردم اونور نبردم هنوز. بذارید من اینو بردارم ببرم اونور امتحان کنم برمیگردم. بسم الله نور. هفته میزنی نه؟ این چیه؟ بچه ها پسر بچه اون اسلندرمنه. اسلندرمن تو فاسموفوبیا. حاجی خود اسلندر پشما. بچه اسلندرمن مگه تو بازی اصلا تو فاسموفوبیا مگه اسلندرمن هست؟ جان دل ماشین سنسورم راه نمیره. الا یه لحظه واسه ببینم دات پروژکتور دور بده بیاد. اسپید باکس من دو سر بده ببینم کجاست این. وای قلبم یوز. دوبار اتک داد. شیت دوبار به بچه دوبار اتک داد. وای دارش تو چی کار میکنی؟ کنسرت پرت بکنی؟ بولینگ بازی میکنه؟ این چیه خواه اینجا داره حرکت میکنه؟ حالا حتی که بعد ترسیدم نمیصافم. اسلندرمن تو رو به همون ریشت قسم به کاری بکن. جن دیگه جن چیه مثلا؟ جن هم یه آفریده بسیار بسیار زیباست از طرف خداوند. نه بچه‌ها راست میگم دیگه درسته. یه جن هم یه موجودیه زندگی میکنه. اونم آدم نیست جنه. ولی خب کلا گفتم البته آدم ما الان جنی که گیرمون تو این بازی افتاده هنوز اعصابمون رو به هم ریخته و اصلا ترجیح میده هیچ کاری نکنه. من نمیدونم چرا. خب چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا میخواد هیچ کاری نکنه؟ رایتینگ 100 نمیده. اونم 100 نمیده. فریزینگ تمپرچر نمیدونم. اینم چک کردم نشد. آقا بریم یه دست دیگه من فریزینگ تمپرچر چک کنم. دما رو بدون شک دما رو باید بده چون عجیبه که دما نمیده. 3 4 و نیم و اینا هم ازش اینجا. وای بچه ها اتک داد. وای چه اتک داد. چه ای بابا بچه سال. حالا هی کاسه خاویار پرت کن. حالا هی اذیت کن. اسلندرمن توی چیزیش بگو. آقا من دیگه خسته شدم انصافا. هر کاری میکنم اصلا انگار نه انگار. بچه‌ها میبینید که نیم ساعت دارم میام هنوز هیچ کاری نمیکنه. بذار من یه بار تو دوربین نگاه کنم. اگر ندیدمش تو داس پروژکتور خب میگم گوری. دیدمش میگم گوری. اگر ندیدمش ببینیم چیکار باز کرد. واو پشمام دمت گرم. چه قدرتی داری تو. ما جن نداشتیم یه آتیش رو روشن کنم. آقا اسپید باکس نمیده مطمئنا. اینم نمی‌نویسه. اوربم نمیده. فریزم نمیده. آقا دادس گوریو مطمئنم گوریو. بیاد بچه‌ها تست کنیم. نه بریم ببینیم گوریو یا نه. آقا
سدی به 90 این گوریوه. این گوریوه. گالو چیه؟ حرف میزد؟ بیا برو جمعش کن مرتی که حرف میزد. بیا برمون. خداحافظ. برو مسخریم. خب بچه‌ها خیلی ممنون که ویدیو تا اینجا تماشا کردید. بازی جالبی بود و یه سری نکته‌های خیلی خفن هم داشتم، مثل اون اسلندرمن و اینا که سعی میکنم زوم کنم اون قسمت رو ببینید. قشنگ اسلندرمن و قشنگ کرافات همه چیش هم مشخص بود، کامل مشخص بود، کاملا معلوم بود خودش بود. و اینکه خیلی مرسی که تا اینجا فیلمو تماشا کردید. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب اصلا یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید. هر موقع ویدیو جدید میذارم با خبر شید بیاید ویدیو رو ببینید. بچه‌ها شورت ویدیو همین ویدیو هم آپلود شده، خواستید برید ببینید. کلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعد فعلا خدافظ.